8 شهریور 1286 خورشیدی در تهران مقابل مجلس نوپای مشروطه صدای شلیک 3 گلوله سکوت و آرامش تهران رو برهم میزنه. مردی که سالها قدرت ایران قاجار رو در دست داره غرق خون روی زمین میفته. قاتل جوانی گمنام و انقلابی به نام عباس آقا تبریزی عضو انجمن آذربایجانی هاست. اما داستان این ترور چه بود؟ سلام، به کافه تاریخ خوش اومدید. این بار به زندگی و مرگ پر رمز و راز شخصیت قدرتمند در تاریخ میپردازیم که کمتر در موردش صحبت شده اما نقش مهم و مؤثری در سیاست و تاریخ ایران داشته. میرزا علی اصغرخان اتابک، کسی که صدر اعظم سپادشاه قاجار بود، صدر اعظمی که امتیازات کلیدی ایران رو به خارجی ها داد و در نهایت با گلوله پاسخ گرفت. رمز و راز تروری که در پس سایه های تاریخ پنهان ماند. میرزا علی اصغرخان در 16 بهمن 1236 خورشیدی در تهران به دنیا میاد. فرزند دوم آقا محمد ابراهیم گمرودی ملقب به امین‌السلطان از گرجی های ایران در زمان ناصرالدین شاه. قبل از اینکه به میرزا علی اصغرخان اتابک بپردازیم در مورد پدرش بگم که در سال 1248 به عنوان آبدارباشی خاصه بوده و ملقب به لقب امین‌السلطان و در سال 1250 خورشیدی به سمت صاحب جمعی، کسی که متصدی شترخانه و قاطرخانه است، منصوب میشه. تو سال 1256 عضو دارالشورای کبرای دولتی، شورای متشکل از سران حکومت قاجار میشه و لقب و عنوان جناب هم به اون داده میشه. به تدریج ادارات و وزارتخانه‌های صندوقخانه، شترخانه، انبار، قلعه مرکزی، زرابخانه، ساختمان‌ها، باغات، قنوات، وزارت گمرک و خزانه زیر نظر اون قرار میگیرن و به طور کلی هر وزارت و اداره ناندار و پرسودی که هست رسما زیر نظر و اداره پدر علی اصغرخان یعنی آقا محمد ابراهیم میره و کمتر کاریه که در دستگاه دولت بدون مداخله و نظر اون باشه. امین‌السلطان در سفر اول خراسان تو سال 1246 و سفر گیلان در سال 1248 از همراهان ناصرالدین شاه و یا به اصطلاح از ملتزمین رکاب شاه بوده و دقیقه هم از اون جدا نمی شده. امین‌السلطان در مرداد 1261 وزیر مالیه و در مهر همون سال علاوه بر حفظ سایر مناصب به عنوان وزارت دربار هم انتخاب میشه تا اینکه تو سال 1261 پدر علی اصغرخان در سفر ناصرالدین شاه به مشهد میمیره. داستان میرزا علی اصغرخان از اینجا شروع میشه که ناصرالدین شاه بعد از مرگ آقا محمد ابراهیم پدر علی اصغرخان که اون زمان فقط جوانی 26 سال است تمامی مشاغل و مناصب پدرش رو به اون میده، از وزارت دربار و لقب امین‌السلطان گرفته تا نظارت بر تمامی امور کلیدی. تا سال 1264 که با مرگ مستوفی الممالک میرزا علی اصغرخان 2 سال نظارت بر وزارتخونه ها رو به عهده میگیره. شاه 3 گزینه برای صدارت داشت، یکی قوام الدوله، دیگری عضدالملک و امین‌السلطان. استخاره برای امین‌السلطان بد میاد اما شاه اون انتخاب میکنه، تصمیمی که نشون میده اعتماد شاه به هوش و زیرکی میرزا علی اصغرخانه. در دوره صدارتش رقابت روسیه و انگلیس در ایران شدت میگیره. امین‌السلطان ابتدا به انگلیسی ها تمایل نشون میده و سال 1267 ناصرالدین شاه برای 3مین بار به اروپا سفر میکنه و به کشورهای مثل روسیه، لهستان، آلمان، هلند، بلژیک و انگلیس میره. انگلیسی ها پذیرایی گرمی میکنن. در حقیقت اندکی بعد از سفر 3 ناصرالدین شاه به فرنگستون با تلاش امین‌السلطان سال 1268 امتیاز انحصاری تنباکو به شرکت تالبوت انگلیسی برای 55 سال واگذار میشه. به موجب این امتیاز حق انحصاری تجارت تنباکو و حتی نظارت بر
زراعت اون به این کمپانی داده میشه. اما اعتراضات مردمی و فتوای آیت الله میرزای شیرازی مبنی بر حرام بودن تنباکو و مخالفت یکی از علمای بزرگ تهران به نام میرزا حسن آشتیانی منجر به حکم تحریم دخانیات و لغو این امتیاز میشه و ایران 500,000 لیره غرامت پرداخت میکنه. بعد از اون به خاطر مداخله روس‌ها در الغای این امتیاز باعث بروز کدورت شاه و امیرالسلطان با انگلیس ها میشه و از اون طرف باعث تمایل سیاسی بیشتر شاه و صدر اعظم به روس‌ها. از اونجا که دولت ایران پول هنگفتی در بساط نداشته مجبور میشه از بانک شاهنشاهی وام بگیره. یکی از دلایل رکود اقتصادی در 6 سال آخر سلطنت ناصرالدین شاه ناشی از اعطای همین امتیاز تنباکو. در زمان صدارت میرزا علی اصغرخان امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی در سال 1268 برای مدت 60 سال و همچنین اجازه استخراج نفت به رویتر انگلیسی واگذار میشه. بعد از لغو امتیاز تالبوت در حالی که امیرالسلطان تغییر رویه داده و به روس‌ها نزدیکتر شده باعث میشه که روس‌ها هم امتیازاتی بگیرن. تو سال 1271 شمسی قراردادی در 6 فصل پیرامون 2 قریه فیروزه و حصار بین دو کشور منعقد میشه و سرزمین‌های از دست رفته شمال خراسان از طرف ایران به رسمیت شناخته میشه. تشکیل بانک استقراضی روس هم تو همین زمان اتفاق میفته. سال 1275 خورشیدی ناصرالدین شاه ترور میشه. بعد از ترور و به قتل رسیدن ناصرالدین شاه، امیرالسلطان با زیرکی خاصی جنازه شاه رو به تهران منتقل میکنه و مقدمات جلوس و به سلطنت رسیدن مظفرالدین شاه رو فراهم میکنه. مظفرالدین شاه قبل از عزیمت به تهران طی تلگرافی از تبریز امیرالسلطان رو به حفظ مقام خودش در دستگاه حکومت امیدوار میکنه و بهش دستور میده تا ورودش به تهران از کاخ گلستان بیرون نره. صدارت میرزا علی اصغرخان در زمان مظفرالدین شاه زیاد طول نمیکشه و شاه تو همون سال از صدارت برکنارش میکنه و به جاش علی امین‌الدوله رو انتخاب میکنه. امیرالسلطان بعد از برکناری به حالت تبعید با 10 قزاق و 1 افسر روسی که برای محافظتش بودن به قم میره. اما شاه دوباره بعد از 1 سال و نیم اونو به صدارت برمیگزینه. امیرالسلطان تو وهله اول به بهونه‌های مختلف مخالفان خودش رو از تهران دور میکنه و در مرحله دوم چون خزانه خالی و احتیاج به پول بوده از دولت انگلستان تقاضای وام میکنه. ولی چون زیر بار امتیاز گمرکات جنوب به دولت انگلیس نمیره با درخواستش موافقت نمیشه و اونم در مقابل وزیر مختار انگلیس تو ایران رو عوض میکنه. امیرالسلطان چون نتونست از انگلیس ها وام دریافت کنه به سمت کشورهای مثل آلمان، فرانسه و بلژیک میره ولی سرانجام از دولت روسیه وامی به مبلغ 22 میلیون منات طلا با گرو گذاشتن گمرکات شمال دریافت میکنه. تو این زمان امتیاز دارسی که برای بهره برداری از نفت جنوب بود به مدت 60 سال به ویلیام ناکس دارسی بریتانیایی واگذار میشه و در مقابل دارسی متحد میشه معادل 20,000 لیره وجه نقد هر سال و معادل همین مبلغ سهام شرکت و 16% از منافع خالص سالیانه رو به دولت ایران بپردازه. اعطای این امتیاز باعث مخالفت روس‌ها میشه و منجر به گرفتن امتیاز گمرکات شمال و امتیاز خط راه آهن جلفا و قزوین به روسیه. بعد از مدتی به خاطر مخالفت دو کشور روس و انگلیس و بدبینی شاه نسبت به امیرالسلطان بار دیگر امیرالسلطان در سال 1283 از صدارت عزل میشه. پس از اینکه امیرالسلطان در دوره مظفرالدین شاه مدتی از صدارت برکنار میشه به سفر دور دنیا به خصوص در اروپا میره. بعد از مرگ مظفرالدین شاه تو سال 1285 محمد علی شاه قاجار ششمین پادشاه این سلسله به تخت پادشاهی میشینه، اما با مشکلات عدیده از جمله خالی بودن خزانه، آشوب و ناامنی در سراسر کشور مواجه میشه
و از یک طرف هم مشکلات مجلس جدید و مشروطه خواهان. به اعتقاد محمد علی شاه تنها مرد با تجربه و زرنگی که میتونه بر مشکلات فائق بیاد و کشور رو به آرامش برسونه همون صدر اعظم پدر بزرگ و پدرش یعنی میرزا علی اصغرخان اتابک. از این رو اتابک رو که در اروپا اقامت داشته با تکریم و عزت برای احراز پست نخست وزیری به تهران دعوت میکنه و البته که اتابک هم بعد از 4 سال اقامت در اروپا و دوری از کشور و صحنه سیاست آمادگی خودش برای قبول هر نوع مسئولیتی رو اعلام میکنه و عازم ایران میشه. با عزت و احترام از کشورهای اروپایی عبور میکنه و وقتی وارد روسیه میشه با تشریفاتی مواجه میشه که معمولا برای استقبال از پادشاهان ترتیب میدادن. دولت روسیه با یک فروند کشتی زره‌پوش و گارد تشریفاتی کامل از اون استقبال میکنه. بالاخره اتابک روز 30 فروردین 1286 و 1 سال پس از استقرار مشروطیت در ایران با تشریفات کامل و شکوه فراوان وارد بندر انزلی میشه. ولی مجاهدین گیلان و مشروطه خواهان انزلی از پیاده شدن او و ورود به خاک ایران جلوگیری میکنند. البته طی تلگرافی و موافقت مجلس با ورود وی مشروطه خواهان اجازه ورود بهش میدن و سرانجام اتابک وارد تهران میشه و بعد از ملاقات و مذاکره با محمد علی شاه فرمان نخست وزیری خودش رو میگیره. روز 13 اردیبهشت به مجلس میره. ضمن نطق مشروحی برنامه و هدف دولت و مهار کردن ناامنی ها رو بیان میکنه و وعده میده که وضع دشوار نان تهران به سرعت حل خواهد شد و حکامی که موجبات نارضایتی مردم رو فراهم کردن برکنار میشن. ولی از 2 عاملی که برای اداره حکومت لازمه یعنی پول و نیروی نظامی صحبتی نمیکنه. در حالی که در این اوضاع بد اتابک سرگرم سر و شکل دادن به کارها بود، هر روز با مشکل تازه‌ای مواجه میشد. اما 2 مشکل عمده در این زمان برای اتابک وجود داشت که هر روز بر تعداد و تأثیر اونها افزوده میشد. یکی جراید و روزنامه‌ها و دیگری انجمن‌ها بودند. روزنامه‌های جدید تأسیسی مثل آینه غیب‌نما، روح القدس، مساوات، حبل المتین و چند روزنامه دیگه لبه تیز تیغ حملات خودشون رو به سمت اتابک میبرن و از هیچ اقدام علیه اون فروگذاری نمی‌کنن. با اینکه اتابک مردی مردمدار، خوش سخن و اهل معامله بود، ملبس نتوانست روزنامه‌های سرکش رو مهار کنه. انجمن‌ها نیز به اقتضای محیط و فضای آزادی خواهی و مشروطیت در تهران و شهرستان‌ها هر روز بر شمار اونها افزوده می‌شد، مثل انجمن آذربایجانی‌ها در تهران و انجمن دروازه قزوین. 2 انجمنی بودند که مخالفان اتابک در اونجا جمع می‌شدند و تقی‌زاده که در آن زمان انقلابی پرشور و تندرو به شمار می‌رفت هر 2 انجمن رو سرپرستی می‌کرد. تو این انجمن‌ها چنین شایع شد که موافقت اتابک با مشروطه و مشروطه خواهان سوری و ظاهریه و قصد و نیت اون براندازی حکومت قانون و مجلسه. این شایعه رو مردم باور میکنند و اتابک رو به عنوان یک سیاسی حیله‌گر و حکومت برانداز تصور میکنند. در مجلس عده زیادی از نمایندگان با نفوذ و روحانی از اتابک جانبداری میکنند، مخصوصا سید عبدالله بهبهانی. اما مخالفان اتابک خاص تندروها در انجمنها نقشه دیگه‌ای برایش کشیده بودند. در تاریخ 29 مرداد 1286 اتابک نامه تهدیدآمیزی دریافت میکنه با این مضمون که بایستی در طی 10 روز آینده استعفا بده و از کشور خارج بشه. اتابک نامه استعفا رو به شاه میده ولی شاه استعفاش رو نمیپذیره. اتابک روز شنبه 8 شهریور 1286 برای معرفی اعضای کابینه به جلسه علنی مجلس میره. اتابک نخست میرزا محمود علاءالملک رو به سمت وزیر عدلیه و میرزا حسن خان مصطفی الممالک رو به سمت وزیر جنگ معرفی میکنه.
بعد از اون گزارش مفصلی از اوضاع و احوال کشور به اطلاع مجلس میرسونه و پیام محمد علی شاه رو در باب اتمام قانون اساسی به نمایندگان ابلاغ میکنه و افزون بر اینها اعلام میکنه که با کمک نمایندگان به زودی مشکلات کشور برطرف میشه و نظم و ترتیب در مملکت حکمفرما خواهد گردید. بعد از پایان جلسه، اتابک و بهبهانی مدتی در یکی از اتاقهای مجلس به مذاکره میشینن. 2 ساعت از شب گذشته که بهبهانی و اتابک از مجلس و صحن بهارستان خارج میشن و در حالی که گرم صحبت بودن در مقابل مجلس 3 گلوله به سوی اتابک شلیک میشه. اتابک در نهایت در ایام نخست وزیری خودش در دوره محمد علی شاه در صحن بهارستان با ضرب گلوله های عباس صراف تبریزی به قتل میرسه. قاتل که پس از سوء قصد فرار کرده اندکی پایین‌تر از میدان بهارستان در محله سرچشمه دستگیر میشه، ولی در حین دستگیری و محاصره با تپانچه خودکشی میکنه. درباره قتل اتابک و اینکه این قتل رو چه افراد و دسته‌ای ترتیب داده بودند اظهارات مختلفی وجود داره. عده‌ای نقشه قتلش رو به محمد علی شاه نسبت میدن یا دست کم اینکه شاه به طور محرمانه حامی اجرای این نقشه بوده. برخی هم قتل اون رو به سفارت انگلیس نسبت دادن که به دلیل تمایل اتابک به روس‌ها بوده. و اظهار نظر دیگه این که چون قاتل اتابک عباس آقا تبریزی عضو انجمن آذربایجانی ها بوده و این هم مسلمه که تقی‌زاده در این انجمن میتونسته در این ترور نقش و تأثیر بسیار زیادی داشته باشه و شاید انتقام مشروط خواهان بوده. جنازه اتابک رو به قم منتقل میکنن و در آرامگاه اختصاصیش در صحن حرم حضرت معصومه جنب ایوان آینه خانه دفن میکنن. 1 هفته بعد از مرگ اتابک انجمن‌ها به در و دیوار اعلامیه میزنن و مردم رو دعوت میکنن تا در مراسم هفته عباس آقا تبریزی شرکت کنن. روز 15 شهریور شمار زیادی در تهران در این دعوت عام شرکت میکنن و در همون روز به عباس آقا لقب منجی ایران میدن. چندی بعد درباریانی که تا پیش از آن با مشروطه مخالف بودن با نگارش نامه به محمد علی شاه اعلام میکنن که مشروطه خواه شدند. شاه نیز چاره‌ای جز حمایت از اونا نداره. در این درباریان انجمنی به نام انجمن خدمت ایجاد میکنن و در 5 مهر 1286 در مجلس حاضر و با اون همپیمان میشن. گفته میشه ترس از ترور یکی از عواملی بود که درباریان رو به گرایش به مشروطه تشویق کرد. میرزا علی اصغرخان اتابک صدر اعظم 3 پادشاه قاجار و کسی که نقش مهم و کلیدی در سیاست و اقتصاد ایران در دوره قاجار داشت، اما با واگذاری امتیازات به خارجی ها ایران را وابسته تر کرد و مرگش مشروطه را تقویت کرد. اما راز ترور و قاتلانش هنوز هم بحث برانگیز است و در سایه‌های تاریخ پنهان. ممنون که با من همراه بودید. من اینجام تا با 1 فنجان قهوه از لابلای صفحات تاریخ گذشته رو ورق بزنیم. تا درودی دیگر، بدرود.